از خون جوان، از خون جوان. چند روز پیش خبری منتشر شد که بسیاری رو در شوک فرو برد. خبر غرق شدن ناو دنا و کشته شدن بیش از 80 ملوان در این حادثه. کمی بعد تصویر اجساد نیروی نظامی در هنگ مرزی بانه منتشر شد. اینها بدون تردید صحنه‌های تلخ و سنگین هستند. هر مرگ انسانی دردناکه و هیچ جامعه‌ای از دیدن چنین تصاویری احساس آرامش نمی‌کنه. ولی با توجه به داغی که بر دل مردم آزادیخواه از فاجعه 18 و 19 دی روی داده، ذره‌ای احساس همدردی در دل ناظر پدید نمیاره. 2 ماه پیش نیروهای سرکوب هیدرگویان شلیک کردند و به مجروحان نیز تیر خلاص زدند. حالا در این روزها شاهد هستیم که مراکز تجمع این سرکوبگران یکی پس از دیگری هدف حملات دقیق نیروهای ائتلاف قرار میگیره. البته باقی مونده اونا با وضعی آشفته و سراسیمه در حال فرار هستند و دیگه قادر به هیدر گفتن نیستند. همانطور که در اواخر انقلاب 57 شاهد بودیم که بسیاری از نیروهای سرکوب در مقابل وفاداران به حکومت اسلحه کشیده و از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب بودند، حالا سوال اینه که آیا باقی مونده نیروهای نظامی و انتظامی قصد دارن با همین خفت زیر حملات مداوم نیروهای آمریکا و اسرائیل کشته شن و تا دهه‌ها بعد بازمانده‌های اونها در شرم و بی‌آبرویی از مقابل چشم مردم بگریزند، یا از این واپسین فرصت‌های زندگی خود بهره می‌جویند و لوله اسلحه رو به سمت فرماندهان خود برمیگردونند. تاریخ قضاوت خواهد کرد که هر کس در این لحظه‌های حساس چه تصمیمی خواهد گرفت. اون چه که برای آینده ایران اهمیت داره انتخاب مسیریه که جان انسان‌ها حفظ شه، خشونت کاهش پیدا کنه و امکان ساخت فردایی بهتر برای همه فراهم بشه. به امید اون روز.